سلام عزیزان، امروز میخوایم با هم طرح یه هندونه رو کار کنیم و در آخر اونو به صورت گردنبند در بیاریم. حالا شما هر طرح دیگه‌ای که بخواید میتونید روش انجام بدید. ببینید من این فضای داخلی کارگاه رو بیرون میارم و دورش رو میکشم. خب اینجا من میام یه دونه حالت 1/4 دایره میکشم. شما میتونید حالا با هر وسیله گرد دیگه این کار رو انجام بدین. یه ذره بهش ضخامت میدم و اینو با 2 تا خط به صورت یه مثلث در میارم. این از طرح من. خب ببینید من از این قسمت پایین کار شروع میکنم و زنجیره میدوزم. ببینید اینجا یه حلقه دارم که از توی حلقه نخم رو بیرون میارم. ببینید به این صورت دقیقا دوباره توی همون زنجیره سوزنم رو فرو میبرم و دوباره ببینید اینجا یه حلقه دارم و نخم رو از وسطش بیرون میارم. بعد از اینکه این زنجیره رو کامل دوختم میرم ردیف بالا هم با یه سبزه کم رنگ تر و یه رنگ لیمویی، حالا سفید هم میتونه باشه، دوباره یه ردیف دیگه زنجیره میدوزم. ببینید در آخر سوزنمو میبرم داخل و نخمو قطع میکنم. حالا میریم سراغ خود هندونمون. ببینید تقریبا از وسط هندونه نخمو بیرون میارم و به این بالا یه شلال میزنم یا یه کوک میزنم. از این طرف حالا میرم از سمت راستش رو باید پر بکنم.
بعد از اینکه قسمت راستش رو دوختم میرم قسمت چپش رو میدوزم. شما میتونید از یه طرف هم شروع کنیم به دوخت، ولی خب یه وقتا اینجوری تمیزتر در میاد. خب این فضا رو من دوختم، حالا میرم سمت چپش رو میدوزم. تقریبا کارمون تمومه، فقط مونده که این تخمه های سیاهش رو بذاریم. ببینید برای این تخمه هاش خیلی سعی کنید که مرتب ندوزین و اینکه جهت همش به سمت نوک مثلثه باید باشه. فقط باید این قسمت پایینش رو بذاریم. فکر کنم یه دونه دیگه بذارم کافی باشه. نه، یه دونم این طرف میذارم دیگه بسه. خب این از قاچ هندونه ما که به همین راحتی دوخته شد. حالا میریم سراغ درست کردن گردنبندمون. طرحمون که کامل شد از توی کارگاه در میاریم. ببینید تقریبا حدود 1 سانت دور دایره‌تون فضا بذارید و قیچی کنید. حالا میتونید این فضا رو قبلش بکشید که خیلی از دستتون در نره اندازش. سه حدودی. اینو بعد الان قیچی کنم. حالا ببینید اینجا یه پیچ من دارم. این پیچ رو باید باز کنم و درش بیارم. ببینید اینجا این وسط
اینجا که محل اتصال این دوتاست، من یه حلقه میندازم، اینو از تو حلقه رد میکنم و ببینید قصدم این بود که این حلقه بیفته وسط این کارگاهه که بخوایم ما بندمون رو یا حالا زنجیرمون رو بهش وصل کنیم. دوباره این پیچ رو میذارم و میبندم. خیلی پیچش کوچولوه، تو دست دور میخوره. اینا ببینید این وسط الان تنها کاری که کردم یه حلقه انداختم. حالا بیاید ببینید این کار، حالا اینکه بخواید جمع کنید یا تمیز کاری در بیارید پشتشو، روش‌های مختلفی داره. من دارم این روش خیلی ساده بهتون آموزش میدم که همه بتونین انجام بدین به راحتی. خب ببینید فقط این قسمت لبه رو یه ذره چسب میزنید. حالا من بیشتر از یه ذره شد، یه ذره چسبشو برمیدارم که کارمو خیلی کثیف نکنه. میتونین هم چسب نزنین کلن، اشکالی نداره. خب من این قسمت رو فیکس میکنم. حالا این کارگاه هم میندازم. فقط دقت کنید دیگه الان این سر هندونه باید دقیقاً بالای این کارگاهه باشه. میندازم روش. حالا ببینید این پیچو تا جایی که میشه محکمش کنید با دست. من تقریبا محکمه، یه دو تا پیچ دیگه بخوره بهتر میشه. حالا من اینو درست میکنم. خدا خب این تا این مرحله من خطاشو پاک کنم. خب ببینید حالا دور تا دوره پارچه‌مو قیچی میکنم. میتونین برای اینکه پارچه‌تون ریش نشه، اگر رو نمد دوخته باشین که اصلا ریش نمیشه، ولی رو پارچه اگر دوخته بودین مثل من میتونین با فندک بسوزونین به این صورت. برای بندش ببینید شما یه دونه حلقه دیگه باید به این حلقه وسط، چون این اصلا خیلی فضا نداره که من بخوام زنجیر یا بند از توش رد کنم، پس مجبورم یه حلقه دیگه ازش عبور بدم. حالا این سر میخوره. من برای بندش میخوام از یه بند جیر استفاده کنم. شما میتونید زنجیرم براش بزنین. خب اینجا رو الان با یه انبر محکمش میکنم. با دستم میتونی، چون خیلی فضاش باز نشده. حالا من محکم کاریشو بعداً انجام میدم. بذارید آوردم همینجا انجام میدم. خب این دیگه محکم شد. حالا از این حلقه بندم رو عبور میدم. حالا چه زنجیره چه مثل من یه بند جیره، به اندازه‌ای که میخواید بندتون رو در نظر بگیرید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین و با دوستاتون به اشتراک بذارید.
و نکته هایی که توی کپشن براتون می نویسم هم حتما بخونین و اگر سوالی داشتین حتما ازم بپرسین.